در 10 روز اول موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان نقشه دعوت علاقه در جمهوری بیش از 40% اجرا شده است. خبر داد وزارت مدافع تاجیکستان در سامانه‌اش. پلکوونیک فریدون محمد زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت گفت در جای اول ولایت مختار کوهستان بدخشان ایستاده است که نقشه دعوت را در اینجا علاقه 96% اجرا کردند. در این ولایت نویای درواز، ونج، روشن، روشقلش، شغنان، مرغاب و شهر خاروق علاقه در خصوص پره به انجام رسانیدن نقشه دعوت گزارش دادند. از روز آغاز دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی در 10 روز اول اجرای نقشه در شهر و نویای تابع جمهوری به 61% برابر بوده. علاقه شهر و نوایی وعدت، رشت، نورآباد، سنگوار، تاجیک‌آباد و لخش از انجام نقشه به آنها پیش بینی شده گزارش دادند. خبر داد سخنگوی وزارت مدافع. بنا به اطلاع او اجرای نقشه دعوت در 4 نویای پایتخت در 10 روز اول 49%، در ولایت سوخت 32%، در ولایت ختلام 29% را تشکیل داده. از 25 شهر و نویه‌های این ولایت تا امروز نویه شمس‌الدین شاهین از اجرای پوره نقشه دعوت اثبات داده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه، بهار در ماه‌های اپریل و می و تیرماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. روز 1 اکتبر در تاجیکستان رسما موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت تیرماهی تا 30 نوامبر دوام می‌کند. این نخستین دعوت در پی قبول قانون درباره خدمت الترناتیوی است. بر اساس آن شهروندانی که نمیخواهند 2 سال خدمت حربی بروند میتوانند با پرداخت 25200 سامانی مبلغ و بودجه دولت همگی 1 ماه خدمت کنند. بسیاری ها امیدوارند که این قانون زمینه را از زیر پای کروپسیا در ساختارهای کمیساریات‌های حربی زده به تجربه بدنام شده ابله نقطه میگذارد. خدمت حربی در تاجیکستان برای مردان جوان از 18 تا 27 ساله که مؤسسه های میانه عمومی و میانه کسبی را ختم کردند حتمی بوده 24 ماه مقرر کرده شده است. طبق قانون به شهروندانی که دانشگاه و دانشکده ها را با کافتره های حربی ختم میکنند تنها بعد 12 ماه خدمت حربی و به طور عملی از خود کردن دانش‌های حربی اندوختهشان سزاوار رتبه اولین افسری یعنی لیتنانت خرد میگردند. شماره جوانان سن و سال دعوتی در تاجیکستان حدود 700,000 نفر برشمرده می شود، ولی قوه‌های مسلح در هر دعوت به همگی 7 تا 8 هزار نوسکر نیاز دارند. چون این تناسب بزرگ بین تقاضا و پیشنهاد زمینه را برای کروپسیا هموار کرده است. قبلا هر دفعه به صف ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌های فراوان از ابله جریان می‌گرفت. ابله نامی است که مردم به موردهای در کوچه بازار و حتی از خانه‌هایشان مجبورند داشتن و به ارتش بردن جوانان سن و سال خدمتی گذاشتند. در هر موسم دعوت در اینترنت ویدیوهای زیاد گذاشته میشد که چگونه کارمندان مقامات جوانان را در کوچه داشته به ماشین‌ها بار میکنند تا که به کمیساریات حربی برند. فعالان جامعه شهروندی از راهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. با گذشت قریب 2 هفته از آغاز موسم تیرماهی دعوت تا حال درباره موردهای نو ابله از تاجیکستان شکایت به دست نرسیده است.